سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. حتما خیلی شنیدید که میگن سوئیس کشور مهاجرپذیری نیست. منم خودم توی ویدیوهای مختلف این قضیه رو بهش اشاره کردم. توی این ویدیو میخوام راجع به این قضیه صحبت کنم که چرا این مدلی اصلا چرا میگن این کشور مهاجرپذیر نیست. من یه مقدمه خیلی کوچیک راجع به جمعیت سوئیس بدم. سوئیس یه کشور کوچیکیه که الان در حال حاضر 8 میلیون و 800 هزار تا کلا جمعیتشه و این مال سال 2023 هست. سال 2005 جمعیت این کشور کلا 7 میلیون و 400 هزار نفر بود. توی سایت ها که چک میکنید خب جمعیت سوئیس توی 20 سال اخیر، یعنی از 2005 تا 2023 20% افزایش پیدا کرده و توی سایت ها خب اینو یه چیز مثبت برای سوئیس در نظر میگیرن و خیلی‌ها به اشتباه فکر میکنن که سوئیس یه مقصد مهاجرتی خوبه برای همه، در صورتی که اینطوری نیست بچه‌ها. اینکه بحثای حالا ثبات اقتصادی و ثبات سیاسی که سوئیس داشته، خیلی‌ها دوست داشتن بیان مهاجرت کنن توی سوئیس و خب اگه بخوایم آماری نگاه کنیم به این قضیه ممکنه به اشتباه فکر کنیم که این کشور خوبی برای مهاجرت، در صورتی که اینجوری نیست. سوئیس چجوریه؟ دولتش میاد نگاه میکنه ببینه که توی چه زمینه‌هایی نیاز به نیروی کار داره، مثلا پرستاری، مثلا پزشکی. علتش هم اینه که مثلا توی بحث پرستاری خب اینجا حقوقا پایینه و کار خیلی سخته و خیلی از سوئیسی‌ها ترجیح میدن که این کار انجام ندن. یا مثلا بحث پزشکی، دانشگاه‌های سوئیس ظرفیتش محدوده. چیزی که من خوندم فکر کنم سالی 700 تا کلا میتونن دانشجو دکتر پزشکی یعنی بگیرن و خب ترجیح میدن که بیان سراغ نیروهایی که واقعا بهش احتیاج دارن و اینجور افراد جذب کنن. به خاطر همین خیلی از تقاضاها برای درخواست کار رد میشه و فقط توی زمینه هایی که به نیرو احتیاج دارن ورک پرمیت صادر میکنن. معمولا هم اینجوریه که مثلا برای نیروی حالا همون پرستاری و پزشکی که مثال زدم میرن سراغ کشورهایی که خب همزبونن یه جورایی، چون پرستار و پزشک نیاز داره که با بیمار در ارتباط باشه و من اینجا خیلی پزشک آلمانی میبینم. حالا جایی که ما هستیم آلمانی زبانه و آلمانی زیاد میبینم. حالا احتمالاً اگر برید ژنو مثلا پزشکای فرانسوی زبان میبینید که از بخش فرانسوی اومدن، چون درآمدها اینجا خیلی بالاست، ویژگی‌های خوب زیاد داره اینجا و خیلی دوست دارن میان. دولت میاد گلچین شده مهاجرا رو جذب میکنه. بچه‌ها اگه بخوام خیلی خودمونی و راحت بهتون بگم، سوئیس یه فرهنگ ایزولاتوری داره، یعنی یه کشوریه که خیلی ایزوله نگه میداره خودشو از کشورهای، حتی کشورهای اطراف، و این قضیه ریشه تاریخی داره چون اطراف سوئیس کشورهای خیلی قدرتمندی بودن و هستن، مثل فرانسه، مثل ایتالیا، حالا اون زمان که قدرت داشتن و اینا همیشه مجبور بودن با اینا با کشورهای اطراف تعامل بکنن و سعی میکردن خودشونو به نوعی ایزوله نگه دارن و خب هنوزم این قضیه رو میبینی. یعنی واقعا خیلی از چیزهایی که تو کشورهای دیگه خیلی سریعتر اتفاق افتاد، مثال سادش LGBT ها هستن، همجنسگراها. تا همین اخیراً اینجا ازدواج همجنسگراها قانونی نبود و خیلی خیلی دیرتر از کشورهای دیگه کلاً توی این زمینه حرکت میکنن و حالا با خودشون هم که صحبت کنی جالب، خودشون هم این قضیه رو قبول دارن و میگن که ما این مدلی هستیم که مثلا صبر میکنیم ببینیم کشورهای دیگه چیکار میکنن، چه اتفاقی براشون میفته و اگه دیدیم مثلا نتیجهش مثبت بود ما میایم اون کار انجام بدیم. و این قضیه رو تو بحث مهاجرت هم خیلی خیلی جدی میبینید. مثلا الان اتفاقاتی که حالا برای کشور سوئد افتاد از نظر بحث‌های امنیتی، که حالا یه تعداد خیلی زیادی مهاجر جذب کردن و خب الان یه سری مشکلات امنیتی توی بعضی از شهرها به وجود اومده. یا مثلا آلمان خب مهاجرای خیلی زیادی گرفت و یه مقداری الان از نظر اقتصادی مشکل داره آلمان، که البته به نظر شخص خود من مشکلاتی که آلمان داره به خاطر مهاجرا نیست، به خاطر سیاست‌های غلط دولت در برابر این مهاجرا و حالا حتی شهروندای سوئیس هست. که مثلا مثال میزنم، مثلا توی آلمان الان شما جوری شده که اگر کار نکنید به نفعتونه و خب دولت حمایت میکنه، دولت خیلی امتیازا میده، اجاره خونه‌تون رو میده و حالا یه پول تو جیبی بهتون میده و در نهایت میبینی مثلا اگه کار بکنی و کار نکنی خیلی فرق نمیکنه. به خاطر مهاجران نیست. اما خب
دولت سوئیس میاد نگاه میکنه که خب این کشور الان مشکل داره، چالش داره. و جالبه بچه‌ها تو سایت اداره مهاجرت قشنگ اومده گفته که ما نمیتونیم مثل کشورهای مثل آلمان یا آمریکا تعداد زیادی مهاجر جذب بکنیم و به خاطر همین ورک پرمیت ها و اقامت های دائمی که صادر میشه در سال محدود هستش. اما بچه ها چیزایی که گفتم برای ورک پرمیت بی هست، یعنی اجازه کار توی سوئیس، خیلی سختگیری میکنه و در نتیجه اقامت دائم. یعنی روی این دوتا مبحث صدور ویزای کاری و اقامت دائم خیلی خیلی دولت سختگیری میکنه. حتی ممکنه شما همه شرایط داشته باشی ویزای کاری ریجکت شه یا همه شرایط داشته باشی اقامت دائمت ریجکت بشه. اما برای جذب دانشجو اینجوری نیستش. دانشگاه‌های خیلی خوبی داره و توی دانشگاهش پر از دانشجو بین‌المللیه. اصولاً برای کسایی که قرار نیست بیان سوئیس بمونن اتفاقا شرایط خیلی خوبه، از جمله دانشجو، و دوست دارن افراد خارجی بیان، باهاشون هم ارتباط خوبی میگیرن. اما تا زمانی که احساس کنن که شما قراره کشور رو ترک کنید، به محض اینکه قرار بشه شما بمونید و مهاجرت دائمی انجام بدید، سنگ جلو پاتون میندازن و این کاملا حس میشه. راجع به تحصیل توی دانشگاه سوئیس من قبلا ویدیو ساختم، اینکه چطور فاند بگیریم، چطور برای پوزیشن های مختلف اپلای بکنیم و حالا جزئیات خیلی زیادی توی اون ویدیو هست. من لینکش رو این بالا میذارم، حتما اون ویدیو رو هم ببینید. اما برعکس مهاجرا و کسایی که قراره بیان توی سوئیس موندنی بشن، برای توریستا، مخصوصا توریستایی که یکم بعض مالی خوبی دارن، سوئیس خیلی کشور جذابیه و خب علتش هم طبیعت خیلی خیلی زیباش، کوههای آلپش، هوای عالیش، دریاچه های زیادی که داره هستش و خب توریستای خیلی خیلی زیادی میان. و حالا من خودم توی زوریخ هستم، یکی از شهرهای واقعا توریستی هست و مخصوصا اگه اطراف دریاچه زوریخ را برید، کنار دریاچه پر از توریستای مختلف و خب خیلی هم راحت شناسایی میشن. توریستا مثلا همش دارن از خودشون عکس میگیرن، از دریاچه عکس میگیرن، قشنگ حس میکنید که خیلی خیلی اینترنشنال محیط. اما میگم برای توریستا، نه برای کسایی که قراره مهاجرت دائمی بکنن. شما به عنوان یک مهاجر که حالا حتی اگر اقامت دائم بگیرید، حتی اگر شهروند سوئیس بشید، همیشه یک فرد خارجی باقی میمونید و این قضیه رو من به چشم دیدم. حتی من اخیراً با یه دختری صحبت میکردم که اهل کوزوو بود، یک کشور اروپایی است که اونا هم مشکلات زیادی داشتن و همچنان دارن و خب توی سوئیس مهاجر از این کشورها زیاد دیده میشه. باهاش که صحبت میکردم میگفت من متولد زوریخم، توی مدرسه های اینا درس خوندم، سوئیس جرمن صحبت میکرد، یعنی کاملا لهجهش شبیه لهجه اینا بود و تنها چیزی که، یعنی تنها ویژگی ظاهری که این شخص داشت که میشد تشخیص داد مهاجر نیست، شاید رنگ موهاش بود و خب بلوند نبود، اصطلاحاً تیره بود. و میگفت با اینکه من به زبون اینا صحبت میکنم، با اینکه اصلا اینجا بزرگ شدم، متولد اینجا، شهروند سوئیسم، ازم همیشه سوال میشه که تو where are you from، اهل کجایی؟ و وقتی بهشون میگم من اهل سوئیسم، میگن نه اصالتا اهل کجایی. و خب این قضیه چیزی هستش که یه وقتایی واقعا میتونه آزاردهنده باشه، مخصوصا واسه کسایی که یه مقداری حساس هستن. و خب میگم شما به عنوان یک فرد خارجی توی سوئیس، حتی اگر شهروند سوئیس هم بشید، همیشه یک فرد خارجی هستید و اونا به شما نگاه برابر ندارن و این یه چیز فرهنگی، نمیشه تغییرش داد. به خاطر میگم کلا آدمای بسته ان، کلا آدمای ایزوله ان، توی محیط کار همه جا این قضیه حس میشه. وقتی میخواید باشون ارتباط بگیرید، خیلی خیلی دیر اجازه میدن که شما وارد اون حریمشون بشید، بتونید باشون ارتباط برقرار کنید، بتونید باشون دوست بشید. و اینو تو سیاست‌های کلی دولت هم به وضوح میبینید. بچه من توی ویدیو اقامت دائم که لینکش رو این بالا میذارم، انتهای ویدیو هم لینکش میاد، خیلی کامل توضیح دادم که چه قوانینی اصولا وجود داره برای اینکه بشه اینجا شهروند شد. و خب اونجا هم گفتم که شرایط چجوری هست. شرایط کاملا مشخصه که علاقه دولت نداره که به صورت خیلی راحت و آزاد بتونه مهاجر جذب کنه و خیلی اذیت میکنه. اون ویدیو رو حتما ببینید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومد، حتما لایک و سابسکرایب بکنید. دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید. تا بعد.